بیا بهت یاد بدم راجع به آپارتمانی که داخلش زندگی میکنی انگلیسی صحبت کنی. سلام، من محمد کریمی هستم. خیلی خوش اومدی به قسمت دوم از پادکست زبان انگلیسی. همونطور که میدونی قراره در قالب جمله یا همون پادکستی که اسمش رو گذاشتیم لغت، گرامر، اصطلاحات روزمره آموزش ببینیم. همونطوری هم که میدونی یاد گرفتن لغت و گرامر اصطلاحات انگلیسی در قالب جمله یه کاری میکنه که همش تو ذهنت بمونه. ببینید کی اینجاست، دفترچه بنفشمون. تو قسمت اول راجبش صحبت کردیم. بریم که با هم دیگه بتره کنیم. چی کار باید انجام بدیم؟ هدفمون چیه؟ اول از همه من میخونم بدون هیچ زیرنویسی، بدون هیچ ترجمه‌ای. شما چشمای خوشگلتون رو ببندید و تمرکز کنید. تو قسمت اول بهتون گفتم تمرکز کردن بهترین حالت ممکنشه. چشاتون رو ببندید و تمرکز کنید روی متن. اصلا مهم نیست چند درصدش متوجه شدین. اوکی؟ برو بریم. My apartment. I live in a tower block. I live on the 5th floor. I communicate with my neighbors. There are 5 units on this floor. My next door neighbors and I are friends, and my opposite neighbors make a lot of noise. Generally speaking, I'm happy in this tower block. چقدر ازش متوجه شدی؟ داخل کامنت ها برام بنویس. مثلا از 100% بگو مثلا 20%، 30%، 50%ش متوجه شدم. حالا بریم با همدیگه بتره کنیمش. قراره چی کار کنیم؟ قراره من جمله رو فارسی بگم بعد برگردونمش به انگلیسی. اینجوری باعث میشه بهترین نتیجه رو بگیریم. اما یه نکته خیلی مهم هست توی هر زمینه‌ای وقتی میخواید یه چیز رو آموزش ببینید، اگر نکته‌ای که گفته میشه رو فقط بنویسین سر کلاس، توی قسمت اولم گفتم اگر بنویسین پا به پای من شده 60-70% رو یاد میگیرید. اما نه اگر گوش کنید، چون حواستون پرت نوشتن میشه دیگه. اما اگر گوش کنید، نگاه کنید، بعد با من تکرار کنید و همه اینا که تموم شد بعد دوباره بیای از اول نگاه کنی و بنویسی، دیگه یاد گرفتی دیگه. میخوای بنویسی رو کاغذ، بعد بیای بیانش کنی، تکرارش کنی، یه نتیجه اصل یه نتیجه فوق العاده بهت میده. حالا دیگه این انتخاب خودته. هم میتونی بنویسی، هم پا به پای من، همین که میتونی بذاری بعدش بنویسی و تکرار کنی. برو بریم شروع کنیمش. آپارتمان من. My apartment. من زندگی میکنم. I live in a tower block. I live in a tower block یعنی من زندگی میکنم در یک tower block. بچه تاور بلاک به این خونه هایی توی تهران اکباتان هست، محل اکباتان، به این خونه های این شکلی میگن تاور بلاک. من زندگی میکنم I live. بچه ها در طبقه فلان، خب مثلا ما خودمون در طبقه 5 زندگی میکنیم، میگم on the 5th floor. 5th میشه 5م، floor هم میشه طبقه. on the 5th floor طبقه 5م. on the first floor طبقه اول. on the second floor طبقه دوم. on the third floor طبقه سوم. حالا دیگه شما خودتون بگین که کدوم طبقه زندگی میکنید. I live on the 5th floor. من ارتباط برقرار میکنم. ارتباط برقرار کردن communicate. من ارتباط برقرار میکنم I communicate with یعنی با. من ارتباط برقرار میکنم با کیا؟ همسایه ها. یه نکته مهم، neighbor میشه همسایه، my neighbor میشه همسایه های من، چون جمعاً میشه my neighbors. I communicate with my neighbors. من با همسایه ها ارتباط برقرار میکنم. وجود داره میشه there are. 5 تا واحد. 5 units. حواستون باشه 5 میشه 5، 5th میشه 5م. There are 5 units. کجا؟ on this floor. در این طبقه. به همین سادگی بوده. حالا رسیم ادامه داره ها. یه کاری کنیم، ویدیو منو لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل منو. خیلی چکریم. لایک کنید که ازم حمایت کرده باشین. همسایه بغل دستیم. بچه ما تو فارسی میگیم بغل دستی، اونا میگن همسایه در بغلی. یا مثلا ما میگیم همسایه دیوار به دیوارمون، اونا میگن در بغلی. میشه my next door neighbor. جمعاً 2-3 نفر. my next door neighbors. خب و من میشه my next door neighbors
and I my next door neighbors and I هستیم رفیق are friends. My next door neighbors and I are friends. همسایه بالاییم میشه my opposite neighbors. اون هم تعدادشون زیاده. زیاد سر صدا میکنن. بچه تو فارسی میگیم زیاد سر صدا میکنن، تو انگلیسی میگیم سر صدا درست میکنن. My opposite neighbors make a lot of noise. زیاد سر صدا درست میکنن، زیاد سر صدا میکنن. به طور کلی generally speaking، این هم یه اصطلاح خیلی خوشگله. generally speaking، به طور کلی من خوشحالم توی این تاور بلاگ. I'm happy in this tower blog. حالا این پادکست ادامه داره، یعنی مرتبطش قراره تو قسمت 3 براتون آپلود بشه. به همین سادگی بوده. حالا میتونید اگر حالا پا به پای من نوشتینش، واسه من بردارم، اگر پا به پای من نوشتینش که حالا دیگه نوشتین دیگه، شروع کنید به خوندن، تکرارش کنید بلند بلند، بعد برید چیکار کنید؟ اگرم نه که برید بالا بنویسید بیاید پایین تکرارش کنید. این بهترین حالت ممکنشه، همیشه تو ذهنتون میمونه. دقیقه اول اومدم بدون اینکه زیرنویس باشه برات خوندم، گفتم چند درصد متوجه شدی تو کامنت ها برام بنویس. حالا دوباره برو اون بالا، چشمهای خوشگلتو ببند، دوباره گوش کن. حالا ببینم این سری چند درصد متوجهی، دوباره داخل کامنت ها بنویس. مثلا به سری اول 20% متوجه شدم، سری دوم 100%شه، شاید 90% متوجه شدم. به همین سادگی زبان انگلیسی اگر میخوای این مدلی زبان انگلیسی یاد بگیری، این دومین ویدیو من داخل یوتیوبه. حتما کانال منو سابسکرایب کن و ازم حمایت کن. خیلی دوست دارم. زنگوله رو هم بزن، چون چهارشنبه ویدیو جدید آپلود بشه، قراره براتون اولین نفر اطلاع بده چی بشه. خیلی دوستتون دارم زیاد. مواظب خودتون باشین. تو کامنت ها بهم انرژی بدین. خیلی چکریم.